باز هم یوسف وکیا فرصت دارن بازیکن سرطان نفت آبادان. طالب ریکانی مسیر شوت زنیش رو میبندن از سمت راست، یه ارسال به داخل محمد جریمه، ضربه سر، گل اول برای سرطان نفت آبادان. علی یوسف هاشم مهاجم عراقی سرطان نفت دروازه علیرضا بیرانوند رو باز میکنه. برخلاف جریان بازی سرطان نفت در اولین حمله جدی خودش به گل میرسه. خوشحالی عبدالله ویسی و رژه شادی زرتوشان سرطان نفت آبادان در برابر دیدگان هوادارهای پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. خوب داشت بازی رو پیش می‌برد پرسپولیس، فشار می آورد روی دروازه سرطان نفت آبادان. حرکت رو یوسف وکیا آغاز کرد، تیمش رو برد تو فاز حمله. پاس طالب ریکانی، ارسال دقیق و تر و تمیز به داخل 6 قدم و این ضربه سر تموم کننده. چه ارسالی کرد حسین سنگرگی، پرشش هم قشنگ بود. علی یوسف هاشم و اولین گل برای سرطان نفت آبادان به دست میاد.